سلام بچه‌ها، چطورید؟ امروز اومدیم با هم این بسته‌ای که سفارش داده بودم و آنباکس کنیم. کاش دست نمی‌زدمش. خب بچه‌ها، من یه نظرسنجی توی چنل تلگرام گذاشته بودم که چند تا آیتم داده بودم بهتون که خودتون انتخاب کنید راجع به چی ویدیو بگیرم و انتخاب کردید و گفتید یه بسته دارک سفارش بدم و براتون آنباکسش کنم. خب من اینو سفارش دادم و الان میخوام براتون آنباکسش کنم و اینو بگم که همین جوری رسید، همین جوری. آره دستکش رسید. پاره شد، اشکال نداره. برای اینکه دستمون از اینایی نشه دستکش دستمون میکنیم، چون واقعا بچه ها از وقتی رسیده اصلا یه حس عجیبی داره حقیقتا و خیلی بدی میده. واقعا کاش میتونستم بوشم بهتون نشون بدم، یعنی خیلی بوی بدی میده. دستکش دستم میمیره، جالبه. خب آره اون دیگه خودتون همین قدرش رو قبول کنید. اصلا شمعم اول روشن کنم با عود. خودش الان میسوزه و درستش برای اینکه چیز نشه، اون هم تو دست و پام نباشه و ما هم یکی دیپس میزنم یه لحظه. منو فکر کنم اینجا دارید جلو. آره خب این دوتا رو بیارم جلو شما ببینیدشون. بچه راستی گوشیم روی پایه و روی میزه، برای همین اگر انعکاس گوشی میفته و یه سری کیفیت بده دیگه خودتون ببخشید. خب بازش میکنم. بچه واقعا بدی میده و خیلی، یعنی اومد من اسبارونش کردم. خالیش کنم این رو، خالیش میکنم این رو. بچه آیتم اولمون زیباست. بچه قاشقه چین، قاشق چینیه بچه ها. و بچه ببینید خیلی کهنه است، ببینید انگار رنگش رفته استفاده شده قشنگ. امیدوارم ببینید زوم کنه گوشی، چون من واقعا الان نمیبینم تو گوشی چیه. ببینید بچه داشتم دستم میگردم نخونم تیز بودیم چیز شد. آیتم بعد بچه فسیله. بچه ببینید ما پارسال درس اینو خوندیم. یه لحظه دستم نمیداد دستکش تو موخم. ببینید بچه چرا همچین چیزی باید تو این بسته بذارن؟ خیلی بچه یه جوریه، خدا رو شکر باز شمعود روشن اینجوریه. من این چیزی که خیلی بهش اعتقاد دارم و هیچ کسی فکر نمی کنم اعتقاد داشته باشه اینه که شمعود انرژی منفی ها رو میگیره. یا خدا این چیه؟ بچه فکر کنم یه خانوم برامون این بسته رو فرستاده. جنمون خانوم بوده. راستی بچه ها داستان این بسترم براتون بگم. داستان این بسته چیه؟ داستان این بسته رو من انقدر خوندم و خریدم بچه ها، از این هست که تا میشه بعد مثلا دور سرم اینجوری میشه پیچید اینجوری. داستان این بسته این بوده که یه خانوم، نظر برای چه کشوریه، ولی یه خانوم با بچهش یه روز بچهش چیز میکنه، سوهان ناخون قشنگ معلومه جنمون بانو بوده، خیلی هم خشن بوده، شکونده.
بچه یه خانوم یعنی دخترش یه طلسم مینویسه، از توی فضای مجازی اونو پیدا میکنه مینویسه و از فردای اون روز که مامانه اون طلسم رو پاره میکنه آتیش میزنه. پشمام بچه سر عروسک. بچه ببینید نصف بچه کچلم بوده. آره اینا رو هر روز تو اتاق دخترش پیدا میکنه و اینکه دخترش هم اصلا اینا رو نمیشناسه، اصلا نداشتن همچین چیزی و همه چیزش هم مامانش یا خالش براش میخریدن و از همه دوستاش هم که پرسیدن که رفته خونه دوستش و اینا برای تو و این جا گذاشتی، گفته نه و اینا. و بعد از 1 ماه که کل اینا پیدا شده صداهای عجیب غریبی تو خونشون اومده. بچه بعد قشنگ کش موهاش پوسیده، یه لحظه ببینید صدای عجیب غریبی از بالکن خونشون میشنیده و شیءای عجیب غریبی میدیده و دست و پاشم کبود میشده و برای همینم زنگ زده به پلیس و اینا. پلیس که اومدن خونشون بررسی کردن گفتن هیچی نیست و اینا رفتن و این زنه یه روز خودکشی میکنه و میمیره. تا همینجا نوشته بود. باور کنید من هیچی نمیدونم، من فقط اینو سفارش دادم و دلم میسوزه برزن. بچه رنگ قرمز دیگه نیاز نیست من براتون توضیح بدم دیگه، خودتون میدونید. اگرم نمیدونید آخر ویدیو معنی همینا رو از چت جی پی تی میپرسم براتون میذارم. وای بچه من معنی نخ قرمز و مشکی رو میدونم. بچه نخ زرشکی ببینید و اینم باز شده. بچه من اینا رو راستی یه روز یعنی فردا به احتمال زیاد میبرم و میزنم تو آتیش. شاید اون قسمت ویدیو رو نذارم. نخ مشکی هم که و جالبش اینجاست که توی کیف قرمز کثیفن توشو ببینید. خیلی بده وای. بچه چرا خونه هم میرسه من توهمی شدم. بچه بند مشکی بند چیه این؟ بچه ببینید بنده رو یه حالت بافتنی داره، انگار بافتن و جنسش هم قشنگ پلاستیکه. بچه چشمم میخوره. بچه دارم روانی میشه بگم. بچه بدن عروسک است فکر کنم. بچه قشنگ بدن عروسک است. ببینید حتی سرش بچه سرش هم تو این میره حتی رو من بلد نیستم. بچه بدن عروسک است. بچه انگار توش چیز ریزیه ولی خب من دیگه جرأت اینو ندارم بایزش کنم. بچه توش کاغذه و انگار یک کاغذ رو قشنگ پاره کرده ریخته توش. کاغذ دفتره. کاغذ بچه صلیب. بچه صلیب. بچه من اشتباه متوجه میشم که این صلیبه یا واقعا صلیبه. و بیبی خشت چه قدیمیه. بچه خیلی این قدیمیه. بچه حالا شاید توی این دوربین اونجوری معلوم نشه ولی قشنگ انگار برای 70 سال میشه انقدر جنسش یه جوری.
کاغذ. بچه‌ها چون کم مونده همه رو میریزم روی میز و میبینم که چیا توشه. به اصلا بچه‌ها منگنه های تیکه تیکه شده ریز بذارید بریزم تو این دست. امیدوارم معلوم باشه حالا. و از اینا که میزنم به دفتر. چه عجب یه چیزیش نوعه. مداد بذارید روی یکی از اینا یه چیزی بشه. بچه‌ها مداد قرمز. و تقریبا نصف است چون آره قشنگ انگار انقدرش استفاده شده. بس بچه واقعا خیلی حس انگار یه چیز سنگینی افتاده رو بدنم. مثلا بدنم میخوره یه سری جاش. بچه کلیپس و من از این کلیپس ندارم، یعنی هر کیو بیارم اصلا جد آبادم بیارم، من کل دوستامم بیارم اینجا بگم این برای توه، اصلا هیچکی از اینا نیاورده خونمون نداره، وگرنه من یادم میمونه. یعنی واقعا اینا الان واقعیه. یعنی من واقعا پشمام ریخته الان بچه، حقیقتا دروغ چرا؟ بچه ها الان وای بچه بعد کلیپس خیلی عجیب غریبه. ببینید دندونه نداره، ببینید دندونه نداره. سکه و سکه هم انگار زنگ زده، ببینید خیلی قدیمیه. بازم منگنه، چوب. ولی بچه چیزی که خیلی ترسوندونم این صلیبه بود و این دوتا، چون من معنی نخ قرمز و نخ مشکی رو میدونم. حالا آخر ویدیو معنی تمام چیزی که اینو در اومد و براتون میذارم. بچه یه عالم کاغذ. بچه پشمام. بچه این ستاره شیطان پرستیه. جدی دارم اینو میام، برید اصلا خودتون چت بپرسید که مثلا نگید که چیزه. این ستاره شیطان پرستیه. جدی اینو دارم میگم واقعا. اینجا هم زده لا الله. نمیدونم میخونید یا نه. بچه پشمام. بچه کاغذ سوخته. بچه پشمام. اسفند در اومده از توش. به اسفندم خورد شد. بچه کاغذ پاره شد، روش یه چیزای عربی نوشته، ببینی چیزای عربی نوشته. بچه خیلی بوی کپک میده و دوراش هم ببینید سوخته، نگاه مثلا میخواسته بسوزونده. بچه پشمون بود. اینه هم ستاره شد و توی این یه چیزی نوشته، بالاش هم وای بچه من واقعا چجوری همشون فقط بچه کش و کش پوسیده. بچه قشنگه توش نمیدونم صداش میاد یا نه، صدای خورد شدن کش میاد، قشنگ پوسیده.
بچه شنیدید؟ بلش بچه یه مداد شمی انگار، مداد شمی قرمز تموم شده. بچه دوتا پاسور دیگه هم اینجا هست. بیبی دل و جوکر قرمز. پشمو بابا در من یه 500 پول ندادم به خاطر همینقدر کاغذ. بچه کلیپس زنگ زده ببینید روشو، زنگ زده قشنگ دا کجه. میتونم متوجه میشید یا نه؟ از این گل سراییه که برای آرشگاه این استفاده میشه. و بچه جالبش اینجاست که از توش حالمو آشغال خورده در اومد. حالا نمیدونم از این چیزایی که توش بوده و اینا، ولی ازش یه حالمو آشغال خورده در اومد. الان دون تک تک این کاغذها رو میخوام نگاه کنم که چیزی ننوشته باشه. بچه چیزی هم نوشته باشه من میخوام اینا رو آتیش بزنم و من الان واقعا خیلی ترسیدم. من اون چیزای مهم ترسناکش رو، یعنی همه چیزایی که پیدا کردم و یه گوشه جدا میکنم و بهتون نشون میدم. الان سریع اینا رو جمع کنم. این کاغذها رو من دیدم و چه تن و بدنم داره میلرزه، شب باورتون نشه. بچه کاغذها رو مچاله میکنم در حد امکان با این صلیبه. اینه میپیسیم. بچه هیچ جایی از این ویدیو رو نکات میکنم، اینا سریع میکنم که مثلا نگید سوفیا خودش مثلا این کارو کرد و داره الکی جو میده و اینا. واقعا همه اینا واقعیه و دروغ نمیگم. حالا میخواید باور کنید باور نکنید، ولی دروغ نو. بچه فقط این حجم از آشغال و اینا توی یه بسته اینقدری، حالا باز مثلا یه ذره جعبش بزرگتر. و بچه اگر این عوده نبود، یعنی با اینکه عوده هست و من بوی این عوده رو حفظم، خیلی بدی میاد. از اینجا بایستید. خب بذارید من اینا رو بیارم. آره اینا رو چون درشتر میذارم اینجا. بچه هوای بچه شم خاموش شد. بچه پشمو شم خاموش شد. بچه شم میذاریم میخوام بذارم خاموش باشه یه ذره. میذارم خاموش باشه بچه. بچه میذارم خاموش باشه و اینا رو الان جمع کنم. و الان بی نهایتا دست و پام داره میلرزه، نمیدونی صدا. بچه خدا نصیب کنه که از این دستگاه های چیز بخرن، چون میخوام تا چند وقت دیگه، یعنی احتمالا یه ویدیو جدیدم به ذهنم رسیده و به احتمال زیاد چند وقت دیگه بخوام اونم انجام بدم. یعنی آخر هفته میتونم انجام بدم، چون شما یه ذره میشینم. تا الان رو پام نشسته بودم، الان موقع یه ذره بشم شاهدم. بچه
شمه باورم نمیشه خاموش شد. بذارید این آبش شاید اینش آره احتمالا این خاموشش کرده. من دارم جرد میدم، امیدوارم همین باشه. خوبه الان سوزشش کم میشه. برین آفرین. شمعمونم اینجا میذارم. بچه مشمع رو گذاشتم اینجا. اینطوری دیگه به ویدیو ادامه میدم. چیزایی که داده بهمو بهتون نشون بدم. یه مداد شمعی قرمز تموم شده میندازم همه رو تو همین که بعدش با همین و بچه ها همین جوری توی مشمع پستی همین طوری بهم تحویل دادن، یعنی توش هیچ جعبه ای و اینا نبود که مثلا بخوام بگم تو جعبه و اینا بود. همین طوری ببین همین. و آره دیگه کلا همه چی شو کندم با هزار تا بدبختی و چیز کردم، یعنی از توی اون مشمعی که بود، مشمع پستیه که بود در آوردم و همونطوری گذاشتمش روی میز و شروع کردم آنباکس کردن. و الان میخوام بهتون نشون بدم که آره گفتم همون مداد شمعیه. بچه نخ بذارید میذارم بیرون که آخرش معنیاشو از چت جی پی تی بپرسم و براتون آخر ویدیو میذارم به احتمال زیاد. نخ قرمز، مداد قرمز، نخ مشکی. بچه شاید بگی مثلا دارم جر میدم وای سوهان نخاین و خیلی خرابه. مداد قرمز و اگه دقت کرده باشید خیلی از چیزش قرمزه. مثلا ببینید این جاهای این نخ قرمز، مداد قرمز، این دستمال، این هده و اینکه بچه خیلی چیزه دارکه. و ببین روی اینا گله قرمز داره، چیپ قرمز. اولین چیزی که در آوردیم قاشق چینی کهنه و قدیمی، یعنی قشنگ با دستکش هم دست میکشی یه جنسی داره که انگار یه ذره فشارش بدی پودر میشه. بچه فسیل از کجا آورده؟ یعنی جنا واقعا عجیب شدن. گل سر زنگ زده، سر و بدن یک عروسک، تیکه های منگنه ریز، اسفند، صلیب رو عکسشون رو براتون میذارم. عکس همه اینا رو براتون وقتی نشون میدم کنارش میذارم. از اینا کارت خشت بیبی. و بچه جالبیش اینجاست، حالا بگم نگید که مثلا چیزا، ولی من یه دونه کارت همین شکلی ولی نو، جنسش نوه، این قشنگ معلومه کهنه است. من یه دونه همین شکلی فقط، یعنی همین رنگی دارم، یه بسته کامل نو که هنوز بازم نکردم، یعنی احتمالش هم حتی نمیدونم که این بیبی من باشه، چون من بیبی اینو دارم و الان روی میزه من. امیدوارم شما بهم باور داشته باشید. الان کشم یه پوسیده. بچه اصلا دادم نمیخواد به این دست بزنم. بند مشکی
بچه شبیه بند عینک میمونه، ولی مثلا بند عینک بود مثلا اینجا شاید دو سه تا چیز داشت. کلیپسی که دندونه نداره. سکه اگر از نزدیک نشونتون نمیدم این عکسشو چون دارم میذارم. یا الله، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا اینا چیه بچه؟ اینا رو من میرم تو بیابون اینا رو آتیش میزنم. دعا. و جالبیش اینجاست که این قشنگ رد سوختنه ها، یعنی من اصلا دست به آتیش نمیدم تو کنم، حتی من گازم روشن نمیکنم حقیقتا. مثلا چی بشه بخوام گاز روشن کنم و اصلا از کاغذ سوزوندن. آیکن بچه اینجا داده آیکن. آیکن اس بذارید آیکن اس. بچه یه لحظه ببینید آیکن اس وای. این وایه من احتمال میدم، احتمالم چون آیکن اس آیکن صوفیا که نمیشه. بچه شما تو کامنت ها بگید این چیه، یا تو چنل تلگرامم عکسای همه اینا رو براتون میذارم. بچه پاره شد، من اصلا فشار ندادم. آیکن بچه یه لحظه این تیکه ای از اون اینه بچه. آیکن بچه این برای اینجاست. آیکن سی آیکن سی وای. آیکن سی وای. آیکن سی یو. بچه میتونه یو باشه؟ نمیدونم، بگید بهم. این بچه دیگه دست و پا واقعا داره میلرزه به این دوتا. به جالبیش اینجاست این دوتا کارتا با هم فرق داره. یه لحظه یه کارت دیگه هم داشتیم بچه. این دوتا یه شکلن بچه. احتمال داره اینا به هم ربط داشته باشه؟ تو کامنت ها بگید اگر کامنت ها بسته بود، چون یوتیوب کامنت ها رو یه سری وقتا میبنده. اگر کامنت ها بسته بود توی ناشناس تلگرام، چنل تلگرام براتون لینکشو اینجا توی کپشن میذارم. برید توی ناشناس به هم بگید که به نظرتون ربط میتونن داشته باشن به هم دیگه یا نه. من فکر نمی‌کنم این جوکر ربط داشته باشه، ولی این دوتا بیبیا احتمالا هم دیگه ربط دارن. و یادمه اسفند و این یادمه خورده کاغذ. بچه نمیدونم یه لیوان آب بخورم حالم بد شد. بچه دستم عرق کرده، نمیدونم میبینید این معلوم میشه یا نه، ولی دستم عرق کرده. چون خیلی بده الان. حالا تا الان نشون میدادم احساس میکنم معلوم نبوده، چون اینجا نشون میدادم اونورم معلوم بوده باشه. آره دیگه ببخشید یه ذره ویدیو طولانی شد، یعنی شد حدودا نیم ساعت، برای همینقدر وسیله. ولی خب من سعی کردم کوتاه نشون بدم، ولی خب حالا خودم خیلی بده. الان میخوام برم یه لیوان آب بخورم و برای از اینا براتون فکر میکنم عکس بگیرم. دوستتون دارم، مواظبت کنید. من برم اینا رو عکسشون رو بگیرم بعد بندازم تو آتیش. آره دیگه بوس به کلهاتون، خیلی دوستتون دارم، مواظبت کنید. حالا الان براتون یه ویدیو دیگه میگیرم که با هم دیگه خداحافظی کنیم، منم ببینید، چون براتون یه سورپرایزم دارم. بچه‌ها من ویدیو رو ساعت 8 گرفتم، الان ساعت 9 و 4 دقیقه است و من هنوز حالم خیلی بده. خواهرام با اون دارن فیلم میبینن
و من هنوز حالم بده، هرچی آب میخورم مثلا آیت الکرسی نخوندم مثلا هیچی نمیشه. حالا امیدوارم فردا صبح بهتر شم. راستی سورپرایزم موهام بود، خودم بافتم، تاکید میکنم به قرآن خودم بافتم. دیروز صبح نشستم یه عالمه نه امروز صبح امروز صبح نشستم یه عالمه زحمت کشیدم براتون. موهامو بافتم، پشتمم رفته بودم خونه عممینا امروز و پشتمم چیز شد چون بسته رو به آدرس عممینا داده بودم، چون خونه خودم یه ذره مسیرش ناهمواره و اینا، یعنی به اونجایی که پست میخواست پیک بفرسته خیلی دور بود و هزینه پیک زیاد میشد. ما هم میخواستیم بریم خونه عممینا، گفتیم دیگه بیار اونجا و یه پسر عمه ها میگفتن چجوری دستت به پشتت رسید. به من گفتم اینم جاذبه و کاره دخترش آیجام. آره و الان هنوز سنگینی نگاه حالا بد نیست، انگار دیدید رو قفس سینه‌تون مثلا یکی میشه، مثلا بچه ها میخوام شوخی کنن رو قفس سینه‌تون میشینن، چقدر حالا آدم بد میشه، قلبش میگیره، نفسش میگیره و اینا. قشنگ همچین حسی دارم، نفسم گرفته، امیدوارم بخوابم بیدار شم، حالا شده کابوس ببینم ولی حالم بهتر بشه. آره لبام هم خوش شد، انقدر دهان نفس کشیدم و انقدر چای آب همه جا خوردم که حالم بهتر شه، نشد. حالا الانم دارم میرم اینا رو، یعنی دارم میدم، یعنی فردا صبح بعد از کلاس مجرزی میخوام اینا رو برم بیابون با بابام بندازیم تو آتیش، ولی متاسفانه اون قسمتشو نمیتونم بگیرم ولی خیلی دوست داشتم. حالا اگر شد یه عکس از اون آتیشه تکس اومد برام رولا. آره آره از اون آتیشه براتون یه عکس میذارم اینجاها، فکر میکنم لینک چنل تلگرام هم میتونید از توی کپشن پیدا کنید و برید توی نظرسنجی که راجع به این ویدیو میذارم جواب بدید و عکس هم اگر واضح نبودن تو چنل تلگرام هم بازم میذارم، برید حتما ببینید. خیلی دوستتون دارم، مواظبت کنید و اصلا این کار رو شما انجام ندید. من درسته به خاطر ریسکش رو قبول کردم ولی به خاطر شماها بود، چون خیلیاتون توی نظرسنجی به من گفته بودید که این کار رو انجام بدم، همینطور تو ناشناس و منم گفتم جهنم و ضرر انجام دادم. خب آتیش میزنم دیگه، به این میره. حالا بعد از اینکه آتیش زدم هم حسمو دوباره بهتون میگم توی ویدیو مسیج چنل تلگرامم، ولی برید به سلامتی. خیلی خیلی دوستتون دارم، خیلی مواظبت کنید و راستی گرم شد پودیمو در آوردم، خیلی مواظبت کنید تا اصلا این کارو تو خونه انجام ندید لطفا. عاشقتونم، مواظبت کنید. چند بار گفتم مواظبت کنید. عاشقتونم. بای بای.